در جنوب مصر، جایی نزدیک مرز سودان، رامسس دوم فرمان داد تا کوه بشکافند و معبدی بنا کنند برای ابدیت، که نه فقط یک معبد بلکه نمادی از قدرت، عشق و جاودانگی بود. ابوسیمبل. 2 معبد عظیم تراشیده شده در دل کوه با 4 تندیس 20 متری از رامسس کبیر در ورودی آن و معبدی کوچکتر برای نفرتاری که چون تاج محل نمادی است از عشق فرعون به ملکه محبوبش. ابوسیمبل 3200 سال پیش با دستان 50,000 سنگ‌تراش ساده شد و بیش از 2000 سال زیر شن‌های صحرا پنهان ماند تا در سال 1817 از دل شن‌ها بیرون کشیده شد. اما خطری بزرگ جاودانگی معابد را تهدید می‌کرد. در دهه 60 میلادی با ساخت سد اسوان، این میراث هزاران ساله در آستانه خاموشی و غرق شدن در آب بود. اما یونسکو به کمک ده‌ها کشور و صرف هزینه هنگفت وارد عمل شد. در یکی از بزرگترین عملیات نجات میراث تاریخی، این معابد را با دقت به قطعات کوچکتر چند تنی بریدند و 65 متر بالاتر و 200 متر دورتر از دریاچه دوباره برپا کردند. دقیق و حساب شده، چنان که حتی امروز هم در 2 روز خاص از سال، 22 فوریه و 22 اکتبر، روز تولد و تاجگذاری رامسس، پرتو خورشید از ورودی معبد به درون میتابه و آرام آرام صورت 3 تندیس رو روشن میکنه: رامسس دوم، آمون را و رهوراختی. اما یکی از تندیس‌ها یعنی پتاه به خاطر ارتباطش با دنیای اموات همیشه در تاریکی میمونه. این هم طرازی دقیق، شاهکاری است از دانش نجومی و معماری مصریان باستان. ابوسیمبل یادآور شکوه مصر باستان و سندی است از نبوغ مهندسی مدرن و حفظ میراثی جاودان. اما سوال اینه که به نظرتون چرا به این معبد میگن ابوسیمبل؟